داشتی یعنی؟ حسن چه کار داری میکنی؟ مدیر فیلم برداریمون مصدوم شد. بنده خدا خورد زمین، سرش شکست. داشتم فیلم میگرفتم، کار آقای صادق پروین راشدیانیه. یه فیلمی براشون داریم فیلم میگیریم. خب ببینم الان یه صحنه‌شون داشتم میگرفتم. اینجا سرت چی شده؟ داشتم پیاوی میگرفتم، رو به آفتاب بودم، حواسم پرت بود، خوردم زمین. ما ازش اجازه گرفتیم پلان خودمون بگیم چون دیگه نمیتونست بود بیاد. خیلی آقاش چه کار داری میکنی و توضیح میدی که مثلا راجع به همین فیلم آقای صادق پروین راشدیانی داریم فیلم برداری میکنم. بگم پس پیشونی چی شده؟ سلام فرشید جان. درود بر شما قربان. چه کار داری میکنی؟